بیا ببین چی آوردم. علی ای والا عالیه باید درشون محکم کن علی. خیلی خوب. مهدی بیا بگیر. آره مهدی بیچاره میکنه. مهدی عصبی قشنگه. دوستان عزیز من دو تا ظرف انتخاب کردم با رنگای موی متفاوت دادم پدر پسر دارن موهاشون رو رنگ میکنن امروز. ببینید رنگ مو کی قشنگ‌تر میشه؟ مردم خودشون قضاوت میکنن دیگه. باید علی موش قشنگتر بشه. کله مهدی رو فقط نگاه کن. راستی علی چشتو ببند چون رنگ نره توی آره چشت داری اذیتت میکنه. چه رنگ. خیلی خوب کلش نارنجی رنگ شده. من واجبی گفتم بری تو ظرف اینو من ظرف خودم من دیدم برای اسکری به این دادیا. من دست چپ و دستم نقشه ما کشیدیم علی که بهونه رنگ بود. این سر هر دوی من تو گیره بالا با سر ما واجبی زد. فهمیدم. چی هستی تو؟ آقا گوش کن آقا دست چپ و راستم و من قاطی کردم.